طور عمومی است، خصوصی راجع به خود شخص روایت فرموده این مطلب، این آیه درباره حکومت امام زمان علیه السلام، دولت امام زمان علیه السلام، خود امام زمان علیه السلام است. این بخش در 12 آیه گذشت، ولی بخش دوم آیاتی است که دلالتش عمومیه، یعنی این آیات دلالت دارد بر همه معصومین، بر همه امامان. خب یکی از امامان ما حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام از حسن اتفاق این بخش دوم که آیات به طور عمومی راجع به ائمه علیه السلام هست مصادف شده با شام میلاد آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. لذا این آیه‌ای که من مطرح کردم در سوره مبارکه جن هست. شماره سوره از نظر ترتیب 72مین سوره قرآن هست. شماره آیه 16 می‌فرماید که لو استقاموا، آیه قرآن در سوره مبارکه جن این است: ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. یعنی اگر